چرا میای معذرت خواهی میکنی؟ اصلا به اینا چه ربطی داره؟ اگه طرفدار تو که باید از خداش باشه، تو توی ایران تو اصفهان یه روز کنسرت بذاری، یه روز تو بوشهر بذاری، یه روز خوزستان بذاری، یه روز کرج بذاری، یه روز تهران بذاری، هوادار تو اگر هوادار واقعی تو باشه باید از خداش باشه که تو بتونی کاری بکنی که توی همین مملکت بریم روی سن واسهشون بیای رپ بخونی. آقا پاپونای ما این مشکلات رو داشتن، بالاخره چند نفر افتادن جلو و این مشکلات حل شد و امروز دارید میبینید کنسرتاشون چه شکلی هست. امروز هم باید یکی مثل همین ممرز شایعه و بچه‌های دیگه بیان جلو. آقا نترسید، از چی میترسید؟ اگه میترسید آقا شما برو فردا یه کنسرت بذار ببینم بلیط کنسرتت فروش میرود یا نمیرود، برو دیگه. این که فضای مجازی رو یک مش آشغال، واقعا یک مش آشغالا در بر گرفتن و هر چی دلشون میخواد به شما میگن. حکومتی بی شرف، بی پدر مادر، توی که داری پشت فرمون یه اتومبیلی میشینی تو همین کشور، تو هم حکومتی برای اینکه رفتی مجوز گرفتی از جمهوری اسلامی که بتونی پشت فرمون اون ماشین بشینی.